تقریبا 2500 تا دایرکت داشتم راجع به اینکه خب برندایی که تو زیر زمین پر میشه و بی‌نام نشونه نخریم چی بخریم، قیمت مناسب معرفی کن. منم گشتم بین برندای متوسط با قیمت مناسب و یکیشو سفارش دادم. بعد خدمتتون آرزشم که شما با قیمت یه دونه این میتونید اینو بخرید، اینو حتی اینم که تو دستم یه آبکشه و چون من یه خانم خونه دارم که دارم تولید محتوا میکنم، ولی آیا آوردنش به ویدیو منطقی بود؟ نه، ولی خب کی قوانینو تعیین میکنه. خب بریم سراغ پریمرش. کلا قیمت محصولاتش خیلی مناسبه و تعریفش هم زیاد شنیدم. پریمرش ادعا میکنه که پوست یک دست‌تر میکنه و به ماندگاری میکاپتون کمک میکنه، یعنی قبل کرم پودرتون وقتی که میزنید خیلی بهتر رو پوستتون میشینه. بریم سراغ اصل کاری که کرم پودرشه. میگم پوشش خیلی خوبی داره، خیلی خوب صاف و صوف میکنه پوستو. اینجا یه کوچولو ازش زدم رو پوستم و اومدم میگم که واو، که اینجا خورد به موهام و یه ذره قاطی کردم، ولی ببین چه پوششی داره. با همون یه ذره کل این یک طرف صورت منو کاور کرد. بعد برای اینکه بهتر بخوابه یه دورم با اسفنج اومدم روش، با یه لایه تقریبا نازک یعنی متوسط، یه همچین کاوری داد. میخوام یه ذره دیگه هم بزنم روش، من ببینم که اگه 2 لایه بشه چقدر کاور میده. اینجا اومدم برای یه دور دوم، هرچند که اصلا نیازی نداشت، ولی خواستم ببینم که اگه یه لایه دیگه بیاد روش کیکی میشه یا نه. و اینکه خیلی 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 سبک بود روی پوست همچنان. بعد دیگه رفتم سر وقت کانسیلرش. خدایی خیلی طراحی باحالی داشت، اپلیکاتورش بزرگ بود، خیلی هم پروپیمون مواد میومد ازش. بعد در عین حال خیلی خیلی سبکه، اصلا اون حس خشکی رو نمیده به زیر چشم. خداییش نسبت به کیفیتش قیمتش خیلی مفته. حجمش هم دیدی تو دستم دیگه مثلا زیاده، قشنگ میبره. اینم از پنکیکش. من میخوام از پودر فیکس استفاده نکنم، ببینم که مستقیم از پنکیک استفاده کنم میتونه جای پودر فیکس هم برام بگیره یا نه. البته من پوست خیلی چربی ندارم و پوستم نرمال رو به خشکه. به نظرم کارش خیلی خوب انجام داد، پوستمو خشک کرد، برقشو گرفت و آرایشم هم برام تا چند ساعت فیکس نگه داشت. خلاصه که بین برندهای قیمت مناسب گابرینی عالیه، فقط یه ایراد داره، اونم اینه که فیکش خیلی زیاده. از پیجی که برات تگ کردم سفارش بده، با خیال راحت استفاده کن. دوستتون دارم.